بمبی بسیار بدتر از هسته‌ای. ببینید بمب نوترونی چقدر میتونه وحشتناکتر از بمب اتم باشه. اثر کشندگی یک بمب نوترونی 1000 تنی برابر با 50,000 تن بمب اتمی. و حتی وحشتناکتر این که بمب نوترونی تقریباً آسیبی به ساختمان‌های اطراف وارد نمی‌کنه و از جریان نوترون‌ها مستقیما برای تخریب دی ان ای انسان استفاده میشه. به طوری که افراد به سرعت در اثر سرطان خون، بیماری تشعشع و غیره میمیرن. میزان مرگ و میر بمب‌های نوترونی نزدیک به 100%. بمب نوترونی به عنوان نسل سوم بمب‌های هسته‌ای پس از بمب اتمی و بمب هیدروژنی شناخته میشه. وقتی 1 کیلوتن بمب نوترونی صدها متر زمین رو منفجر کنه، انسان‌ها تا چند کیلومتری در اطراف فوراً آلوده میشن. و حتی اگه فوراً در اثر شوک نمیرن، پس از مدتی به مرگی دردناک دچار خواهند شد. علاوه بر این، چون بمب‌های نوترونی الکترون ندارن، میتونن از فلز هم عبور کنن. چون الکترون‌ها بار منفی دارن و توسط بار منفی الکترون‌های فلز دفع میشن. اما نوترون‌ها خنثی هستند و به راحتی عبور میکنن. پس مستقیما به زره تانک‌ها و دیوارهای پشتی ساختمان‌های بتونی و فولادی نفوذ میکنن و در نتیجه باعث کشته و زخمی شدن افراد داخلشون میشن. با اینکه قدرت تخریب اون بسیار کمتر از بمب اتمی و هیدروژنیه، اما اثر رادیواکتیویته بمب نوترونی آنی و دقت اون بسیار بیشتره. اگه به جای بمب اتمی هیروشیما به همون اندازه بمب نوترونی استفاده میشد، اون وقت مرگ و میر اون هم چندین برابر میشد و تقریبا 100% حیات اون منطقه رو از بین میبرد، در حالی که خود شهر دست نخورده باقی میموند.